چه شکلی من میتونم با دیتای خودم اون رو لرن بکنم؟ مثلا من فرض کن دیپسیک رو آوردم روی وبسایتم، حالا میخوام تورای وبسایتم یا کانتنتی که روی وبسایتم هست رو بهش معرفی بکنم. اینو چه شکلی میتونم انجام بدم؟ ببین خب کلا وقتی تو میخوای یه شبکه عصبی رو آموزش بدی، حالا الان علت خصوص قدیم که اصلا این روش دو تا روش هست. روش دومی قدیم نبود. خب قدیم همیشه روش اولی رو استفاده می‌کردن. بهش میگن به اصطلاح این کانتکست لرنینگ. یعنی تو میای به این برای مدل مثال میزنی. خب من اگر این ورودی رو گرفتی دوست دارم این خروجی رو بدی. همین رو دقیقاً مثالای متنی. یه عالمه از این ورودی خروجیایی که مد نظرت رو می‌نویسی براش قبل از اون سوالی که می‌خوای بگی. و به اصطلاح این مدل نمونه که می‌بینه توی همون متنش. یعنی همین الان چت جی پی تی رو باز کنید 10 تا مثال بزنی براش، یا زمانی ازش بپرسی خیلی بهتر عمل می‌کنه تا زمانی که تو مستقیم سوالت رو بپرسی. یعنی مثلا اون مثالا که می‌بینه این کانتکست لرنینگ انجام میشه و تو اینکه خب این هزینه‌ای هم نداره دیگه. چه جالب. متنی که برای مدل میفرستی یه مقدار طولانی تر میشه.